یادت باشه شما آدما میگین ای انسان خودت باش، ولی ما جنا توی این کوه ها میگیم ای جن خودت رو ببین، خودت بسی. ای بگی نگی خودت بسی. این از اون حرفا. هنریک ایبسن کبیر یک متنی رو در آستانه 40 سالگی و اوج پختگی خودشون می نویسن به نام پرگنت و از این نمایشنامه به عنوان فرزند خودشون نام میبرند و ایشون میفرمایند که من 2 فرزند دارم، پرگنت و براند، که من نوید این رو میدم که حتی کار بعدی گروه ما کار براند هستش. پرگنت یه پسر یه جوون 20 ساله هستش که خیلی مادرش رو اذیت میکنه توی مقاطع مختلف و مادرش خیلی یه زن قدرتمند روستایی هستش که خیلی به درد سر میفته توی این داستان به خاطر کاری که پسرش میکنه. ما این کار رو انتخاب کردیم بنا به پختگی هایی که این کار داره، نزدیک بودن این کار به فضای امروزی خود ما و تقابل بین رئالیسم و سورئالیسم که یه چیز ماوراییه که ساخته شده توسط هنریک ایبسن و این نمایشنامه 7 سال روش کار شده تا برای اولین بار توی ایران این کار اجرا بشه. میای با هم برقصیم. چیه؟ با شرم و حیا به من نگاه میکنی؟ به چشم تو من یه لات قراره؟ درست نیست خودت میدونی که نیست. چرا؟ مخصوصا الان که یکم کلم گرمه. ولی ببین از لج تو خوردم. محله نذاشتم. بیا با هم برقصیم. بیا. از کی می‌ترسی؟ طرف می‌خواستم جرأت نداشتم. بیشتر از سعی کردیم از چیزهایی مثل تئاتر بیچیز استفاده بکنیم، چرا که این کار خودش حرفش رو میزنه و حرف اصلی این کار خود بودنه، چیزی که متاسفانه امروزه جامعه بشری این رو فراموش کرده. خود بودن، اینکه هر کسی باید تا عمق وجودش خودش باشه. این دلیل انتخاب من برای این نمایشنامه.